بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دوستان عزیز، وقت همگیتان بخیر. نزدیکای چاشت است و چاشت قشنگتان هم بخیر. آرزومند هستم که خوب باشید. من وکیل جعفری هستم. شما را خوش آمدید میگم به تماشای گزارش جدید ما. در این گزارش در یک بخش دیگه شهر کابل آمدیم. یک بخشی که بسیار مهم است، هم یک محله مسکونی بسیار بزرگ است و هم یک چهارراهی بزرگ است که چندین نقطه شهر کابل را به همدیگه وصل میکنه. شما اگر به طرف دارلمان اگر بخواین برین، سمت سیلو برین، سمت باغ بالا برین، باید از این مسیرها باید رفت آمد کنین تا اینکه در مسیر خود برسین. و یک مسئله دیگه هم نگفتن نمونه که ما گزارش شده که امروز این سال شروع کردیم از این میزیر پول به اون طرف مربوط حوزه پنجم میشه و از پول به این طرف مربوط حوزه سوم میشه و این ساحه هم مربوط کی میشه؟ مربوط ما و شما میشه که بریم گزارش خود ثبت بکنیم. اما این که در این گزارش با چه کسایی سر میخوریم شما بیننده گزارش امروزی ما باشین، هم که کمی تصویر از پلیس و از کوته سنگی میبینین و هم با بعضی از هموطنان ما صحبت میکنیم ببینیم که مردم ما کجا میرن، کجاها مصروف هستن، چی کار میکنن. صحیح؟ پس بیاین در این گزارش ما را همراهی کنین ببینیم که در این گزارش با چه کسایی صحبت میتونیم بکنیم. میایم پیشتان. اول که شما بگیم صحیح است؟ از اول که از اینمی استاد که میبینین در کوته سنگی شهر کابل لباس سودا میکنه، اما این که لباس چه رقم یک لباس ها داره، چندی از قیمتایش پرسان میکنیم. شما مزین هنوز؟ سلام. تشکر، زنده باشین استاد. ما یک چند وقت قبل آماده بودیم از شما گزارش گرفتیم، یادتان است؟ یادم است. ما خب نامتون از یادم رفتن؟ بلال. آقا بلال. چند وقت است که شما تا اینجا هستین؟ بعد از اونی که ما آمده بودیم دیگه غیر حاضری نداشتین شما نه؟ نه نداشتیم غیر حاضری. همینجا بودیم، سابقا بودیم. 3-4 سال شده اینجا هستیم. اما روزه ساعت چند بجه میایین تا چند بجه هستین؟ ما تا صبحی 8 بجه میایم تا 5:30-6 بجه هستیم. در مورد از لباس ها بگوین چه رقم است، قیمت های چند است، کیفیت های چند است؟ این برای مردم غریب است، وصف و توان نداره یا برای ازی آوردیم. مردم نو جور کردن نمیتونن به خاطر ازی ایرا برش میتیم یا کنیم 100 روپیه لباس خوبیش هست. لباس تکایش خوبیش هست، رختایش یا بیشه یا است 100 روپیه باز. پایین ترینش از 100 روپیه شروع میشه تا چند است؟ تا 300 نه 3,500 نه بالا که میره. باز خودتون اینا رو از کجا میارین؟ از خیاطی ها میخرین یا دشوار میگیریم چوک پل خشتی. اونجا دکان هست، اونجا مردم میاره جمع میشه، باز ما میخریم از وقت. باز کاربردتون چه رقم است؟ سود داره نداره؟ حالا است شکر از میشه دیگه. یک 300 در یک جور لباس مثلا در شما که 100 افغانی سودا میکنین نه برای خودتون چند میه؟ برای ما می 70 روپیه 80 روپیه، یک بیستی 30 روپیه میمانه، یگان دانه 50 روپیه میمانه، یگان دانه 100 روپیه میمانه. بازار از دیگه میشه. خلاصه از کاربردتون راضی هستین؟ شکر از راضی هستیم. در روز یک چقدر میتونین دخل کنین؟ یک قنیس یک 300-400 روپیه میشه، زیاد نمیشه. خب بازم شکر از دیگه. خانه باز در کجاست؟ کرایه است، گروی است، چی رقم است؟ در کارتینه و سرکسی حوزه 8 کرایه است. 5000 روپیه کرایه میتیم از خانه. هم یک نفر کارگر هستین؟ یک آقای ما است، یک ما هستیم، 2 نفر. او در چوک کار میکنه، ما اینجا کار میکنم. بسیار تشکر. خیر باشید. چیز آقا بلال نازنین. خیر باشید. تشکر. یعنی بخاطر گفتیم تو باش که ما اولتون بگیریم. نه خیر ببین. تشکر باشید. زنده باشین. از ما اینترنت دارین ندارین شما؟ در یوتیوب وکیل جعفری که سرچ کنین خب؟ وکیل جعفری. خوب زمزمه کنین تا شب که زیادتان نره. بس چند دفعه سرچ کردیم نمیاد. حالی داری اینترنت؟ نه حالی ندارم. اونی که ندارین تقصیر شماست نه که تقصیر ما نیست. وکیل جعفری. وکیل جعفری. اگر نیست نوشته کنین که زیادتان نره. برو صحیح است. خیر بود. مشکل نیست. خیر بود. تشکر از شما. این هم بازار گرم عینک فروشی. انواع و اقسام عینک‌ها را که شما بخواید بخرین میتونید در اینجا بیاین. سلام. خوب هستین لالا؟ شما اجازه دارین گپ بزنین؟ صحیح. خوب هستین؟ خیر. نامتون چی است؟ نام ما یوسف است. یوسف. یوسف سامون. این عینک‌ها شماست؟ از ماست. تقریبا چند نمونه عینک دارین در اینجا؟
زیاد است، از 100 قدم زیاد است. فهمیدی هر کدام بس خودش بای داره. فهمیدی هر رنگش است. پایین ترین نرخش چند است تا چند باز میره بالا؟ از 50 قدم تا 2 ساعت 2 نیم ساعت همون تو داره. فهمیدی 50 به پایین ترینش است تا 2.5 افغانی هم دارین. از کجا میارین خودتون اینا را؟ اینجا دکانا هست، قومای ما هست و از پاکستان و چیزا را از اینجا میاره، باز اینجا دکانا داره، از اینجا میخریم. شما چند وقت این سابقه دارین؟ والا یک 3-4 سال میشه. بجز این کار دیگه چی شغلی چی مسلکی رو بلد هستین؟ دیگه هیچ کار نمیکنم، فقط همین عینک فروشی دارم. درس خواندین نخواندین؟ خواندیم. تا صنف چند؟ 12 فصل است. 12 را خواندین در کدام مکتب؟ در کنر روی در وطن خودم. خانه تون در کنر است. چی وقت آمدین باز در کابل؟ وای طول خو یک 2 ماه میشه که اینجا مسافر هستم. پیشتر میرم فهمیدی اینجا کار میکنم، باز وقتی که دلم چی شو باز میرم وطن. از کابل تا کنر چند ساعت راسته موتر؟ یک 3-4 ساعت راست. کرایش با چند است؟ 500-600 میشم تا کنر خانه من. شما بعد از چند مدت اینجا هستین باز میرین کنر؟ 2 ماه 3 ماه 4 ماه متو میباشیم دیگه. با چطور از کارا خرجا میبرای یا نمیبرای؟ خوب است دیگه، شکر خدا یک چیزی میشه فهمیدی. بسیار تشکر. بخیر باش. نامتون چی گفتین؟ یوسف. آقا یوسف. زنده باشید. زنده باشی. بخیر باش. شما همچنان بیننده گزارش ما از کوته سنگی شهر کابل هستین. سلام. استاد چطور هستین؟ خوب هستم. فهمیدی وقت همسایه ما گیری که حالتان خوب است؟ این استاده شوین یک بار که همون لالا میگیره دیگه باز. دیگه نمیتونم اینترویو گرفتم. شما چند نمونه واسکت دارید؟ ما خود 4-5 نکم نمونه داریم. دارم. دیگه ما رفتیم. نزی واسکت های لیزری داریم، تکایی داریم، یک 2-3 قسم واسکت دارم دادم. 2-3 قسم واسکت دارید؟ آجان. چند است اینا؟ یا قیمت های 400-3.5 دادم. 400 3.500. آجان. اینا را خودتون میدوزین یا یک از خیاطی میارین؟ نه یار دبرچی میدوزن بازی جمعی ساخت وطن است. در برچی میدوزین؟ آه. باز کاربار چطور است؟ خوب است؟ والا شکر است دیگه، بازارا یک در مزهش نیست، خب بازم شکر است. میشه روز یک 4-5 تا سودا میشه. صحیح است. خانه باز در کجاست؟ خرجایتون بس میکنه نمیکنه؟ والا گزارا میشه دیگه. خانه اینجا در کوتسنگی است. در کوتسنگی است؟ در کوچه قلعه‌وحید. در کوچه قلعه‌وحید. در کوچه قلعه‌وحید خانه است خودتون گفتید؟ نه کرایی است. کرایی است. در اونجا چند است؟ همین یک 20 زمین چند است؟ بس پیش خبر نیستم. 3 اتاق داریم 6,000 کرا میده. 3 اتاق داره 6,000 افغانی کرا میتین. جان. صحیح است. تا کارتون برسین دیگه ما رفتیم. تشکر از شما. این بار میریم به این طرف ببینیم که بعضی دوستا که در اینجا شورا خود دارن با اینا هم صحبت کنیم. صحیح است. سلام. این کراچی شماست؟ از شما را اگه بگیریم فیلمتون مشکل نداره؟ نه بچه. حالا بعض وقتا بعضی بسیار اعصابشون خراب است میگه فیلم را نگیر. نه خدا نکنه. شما که راضی هستین نامتون رو بر ما بگین؟ معراج الدین. آقا معراج الدین. در کوتسگی چی کاربار چی سودا میکنین شما؟ امروز روز اول از خیر منتوز. امروز روز اول تون است آمدین؟ بله. قبلا کجا بودین؟ قبلا بریانی بود. بریانی های پاکستانی. نه در کل روز اول تون است که در اینجا آمدین یا یکی؟ از پیش هم بودیم خاله که منتو روز اول است. شغل تغییر دادین؟ بله ها. حالا کاربار منتو خوب بود یا یکی بریانی؟ ولی او کی بود از مردم بود داود حساب چیش کار میکنه. این چیزی که از خود ماست. از خانه پخته که میاریم. چیزی خانگی است. بله ها. ما یک بار میتونیم ببینیم یا نه؟ چرا نه؟ سرش یک بار باز کنیم. لالا هم تصویر اینو بگیرین. خب این کاربار این چی رقم است؟ خوب است الحمدلله. شکر است. چند تا از اون چیزایش یک خوراک میشه؟ 12 دانش یک خوراک میشه. 12 دانش یک خوراک میشه. 12 تا از اون پوندگاکایش. بله هم خود منتو. او باز چند از قیمتش؟ قیمتش 40 افغانی. یک خوراکش ایره. بله. فقط شما منتو دارین یا چیزای دیگه هم دارین؟ منتو از قدش لوبیا میپردیم دیگه همین چیز میزه چکه و غیره همین چیزاست. اون یک خوراک آماده بسازین 40 افغانی میشه؟ بله ها. یعنی یک نفر میتونه در یک روز 40 افغانی شکم خود تایید کنه صحیح؟ او مریضی کسی است که در یک خوراک تایید میشه یا در 2 خوراک تایید میشه. او بعضی نفر است 3 خوراک هم میخوره. او بستگی داره دیگه در نفرها. در نفرها بستگی داره. الحمدلله مردم ما شما که از در یک خوراک نخواد تایید شود. شعارشان نمیشه. نمیشه. تشکر. خیر بی. بخیر. دارین شما؟ بخیر باشی. اول تو نگرفتیم فقط. خیر باشی بخیر باشی.
شما هم کمی این طرفتر اگه تشریف بیارین که تصویر ما را داشته باشین. پیشتر کی صدا میگد لالا؟ پیشتر شما صدا داشتین؟ بیاین خبر اینا رو هم بگیریم ببینیم چی صدا میکنه. صحیح؟ شما چی میفروشین در اینجا؟ سلام برادر و خودتان و ما بینندگان محترم خوب هستین؟ بسیار تشکر. دیر مننه جوانده هستی. شما سشای خرسنگی؟ ما پکوره هستم. پکوره؟ آه اینا پکوره است. این پکوره است. چند است قیمت ها؟ قیمت ها 2 روپا. هر دانش 2 روپا؟ هر دانش 2 روپا. از چی ساخته میشه؟ مواد ساختش بر ما بگید. این گاز دیگه از آرد نخود، پیاز، کچالو، مساله است 3-4 رقم. حالی نظر در این مسائلی که شما استفاده میکنین نه؟ بازانه 2 روپا پورا میشه؟ والا برادر تزیلا گشتی که خوب است 300 400 500 میمانه. در یک روز 400 500 افغانی میمونه برتون؟ روزانه ساعت چند بجه میایید؟ روزانه دیگه میالی آمدیم 11 بجه است دیگه تا 10 بجه شب 11 بجه شب استاد هستیم برش. خوب زدنک دارین مقصد. نام خدا خوب است دیگه. خب یک چیز جور میشه فهمیدی؟ چند سال است که در این مسلک هستین شما؟ یک 8 سال شد. 8 سال. خیلی رکورد زدین مقصد. جان بجوز این درس خوندین نخوندین چیکار کردین دیگه؟ یک تا صنف 8 خواندیم دیگه الا دادین. دیگه نشد دیگه. در کدام مکتب خواندین شما؟ در مکتب توتیا در کارتینا. توتیا کارته نه ها؟ صحیح لالا تشکر. خواهش میکنم. به خاطری که صدا داشتین گفتیم پیشتان بیاین دیدتان بد نشه. تشکر خیر بینید. زنده باشین. خدا حافظ زنده باش. عالی. شما همچنان بیننده گزارش ما از کوهستان سنگی شهر کابل هستیم. این طرف خود با بعضی از دوستا و هموطنان صحبت کردیم. عالی به این طرف پول میریم. به خاطر که از اول براتون گفتم که این ظاهری که مربوط ما و شما میشه گزارش خود بگیریم. صحیح است؟ آب نیشکر یگانه چیزی که در شهر کابل بسیار پرطرفدار است. باش ما مالی امی آب نیشکر خوب تعریف کنم که گپ بزنه. صحیح است؟ یگانه چیزی که در کابل بسیار پرفروش است این آب نیشکر است. این گلاس چند است چی رقم ساخته میشه؟ از این لالا صحبت می‌کنیم پرسان می‌کنیم که چند است. صحیح است؟ سلام. و علیکم سلام. جور است. خوب است این لالا؟ شکر است خیرت. ما از اول مقصد خوب تعریف تان کردم دیگه. خوب کردی. شما آب نیشکر سودا می‌کنید؟ من نیشکر سودا می‌کنم. چند است هم یک گلاس آب نیشکر؟ گلاس 10 روپیه است 20 روپیه است. 10 روپیه است 20 روپیه است. شما چند وقت است که در این هستید؟ خالی صاحب رفتین دیگه. یکم اجازه بدین ما را. صحیح است؟ ما حالا چه اجازه چی بده؟ خب می‌بینی که سرک بند است. پلیس ترافیک بیچاره غیر کراچی دیگه. برین دکارتون. تشکر. برو برای. خب از اینجا ما رد میشیم. صحیح است؟ سرعت چی بیاد بیا. مصاحبه داری که ما مصاحبه برگردیم. بیاین لالا. به خاطر که سرزادات زیاد است فعلا. از شما؟ ما تنظیم میکنیم ما. این قاری صاحب سید محمد یارشه است. صحیح است؟ حال در اینجا قاری صاحب اگه استاد شوی مزاحم محترم نمیشه. یادت تو راست که شهر کابل خو میبینی نظامش زیاد است. یعنی کراچی را که میبینی مکمل میبینی کراچی را. خداوند شهر والد دات نیکی بتا. ما خو میزنیم توسط خود کمک کن. ولی تبی گوشه برید که این سرک است. تبی گوشه استاد سرک شوی که میبینی خود ترافیک بیچاره خو در زمستان خو میبینی بیاد که ما عدست خنک و دیگه و طرف پارک هستیم ما خو میبینیم جوش گرمی نکار کرده هستیم جریان ترافیک تنظیم کرده هستیم کشیده هستیم. دیگه اینمی کراچی واناست که من استاد میکنم ببینید که خودتان ما فقط اینمی وظیفه ما اینمی است که تمام در خدمت مردم هستیم. قاری صاحب اینا رو شاروالی کدام جای خاص جور نکرده برایشون؟ تا فعلا خوشحال کدام چیز جای برشان جور نکرده. خو این سرک سرونه میبینی ما هم کدشان دست به خان هستیم تمام روز میبینی بیادر که گاهی این طرف بدوان گاهی اون طرف ما کی طرف میایم که جریان ترافیک خود تنظیم میکنیم بعد ببینی کراچی وجه استاد میشه. اون خود شما میبینی اون ببین تصویر تا ببر اون تصویر سگ و استقامت ببین کلش کراچی است. اون پلیس ترافیک ما بیچاره تنظیم کرده رئیس. حالی مردم بیچاره چیکار کنن مجبور هستن دیگه قاری صاحب. خب ما خیلی ما چطور کنیم؟ خب ما هم که اینمی ماش کسب خب بیت المال است. بیت المال است. از بیوه از غریب از بیچاره ما ماش میگیریم. ما فقط خدا را حاضر حضور میبینیم وظایف خدا میکنیم جریان ترافیک بنده میسازیم خود ما میفهمیم خدا ما میگه ما به خدا چی میکنیم. هر کسی که در این دنیا اگر خوب میکنه خراب میکنه به خاطر الله یک روز رفته نیستیم یک چیز کمایی بکنه به اون دنیای. خداوند شما رو هم خیر بده که زحمت میکشین اما با اینا در کمی مدارا کنین. صحیح است؟
والا تا واسطوان خودم ما کمک میکنیم، ولی جیران ترافیک بند باشه ما مجبور هستیم که اینجا مریض تیر میشه، اینجا امبولانس ها تیر میشه، اینجا شبکه‌های چټک مثالش امبولانس تیر میشه یا اطفائیه تیر میشه. ما مجبور و مکلف هستیم که ما جریان ترافیک بند نباشه و جریان ترافیک ما تنظیم میکنیم. آقای صاحب شما نشه وقت میسا هستین یا نه؟ من قماندان بلوک میسا هستم، قماندان میسای کوته سنگی هستم. اینا میبینی که خودم اینا دیگه چیز خو نداریم، خو یک بند نشکر گرفتیم. دنیمی مجبور هستم که ما کراچیوانم ای کنم از اینجا. او وسایل را میبینی که کلش اون میبینی که 5 دقیقه که نباشیم ببینی که سرک بند میخورم به خاطر راکبین استاد میکنه. بسیار تشکر خواهید. قربان شما، زنده باش، سلامت دیگه باشید. به خاطر ازدحام ترافیکی موتروان‌ها را کدام گفتنی پیام اگه داشته باشین خاطر والا گفتنی ما اینمی است که مطابق تکس لاین خود کار کنن، جایی که تکس لاینش هست رزومش سواری بالا کنه برد نقطه خود راکبین خود عطا کنه. پس اینمی دیگه از ما گفتنی چی است کنی می گفتنی دیگه. بسیار خاص نداریم. قربان شما، زنده باشید. ان شاء الله که کلگی عملی کنید. سلامت باشید. این ما تو که مستو واره مسلمان واره که نمتر کلگی کار کنه وطن ما گلزار است ان شاء الله. یعنی می کاتارا را که میبینید، می کاتارا را میبینید، نمیبینید اگر نه چیز زام بود چه حالت بود چه مرداری بود، حال فضل خدای نسای صاحب شده پاک سوترا نه بدر خودم که از بالا سعی کنی خوشت میاد. خداوند کل ما و شما را هدایت بده که ما و شما این کل افغانستان این مترکسای صاحب جور کنیم، گلزارش کنیم. بسیار تشکر. گورین سر شما مشلوغه کس باز زنده باشید. قربان شما، قربان شما، قربان شما. خداحافظ. ترات دیگه اینی سارا میگه شما همچنان بیننده گزارش ما از کوته سنگی شهر کابل هستین. حالی میریم پیشتر. ما این گزارش امروزی خود را از اونمو ساحه‌ای که از اول براتون گفتم اینا شروع کردیم. البته ما چند روز است که صدای ما گرفته، بسیار صدای جالب نیست، اما بازم به هر حال میایم گزارش براتون ثبت میکنیم. میخوایم که زیبایی‌های کابل براتون به تصویر بکشیم تا اینکه شما هم اگر دلتنگ شهر کابل هستین بیننده شهر کابل باشین تا اینکه دلتنگی‌هایتون رفع شود. کسایی که در کشور نیستین حالا بعضیا شاید دلتنگ باشن. با این که صدای ما گرفته بود امروز آمدیم در کوته سنگی شهر کابل که گزارش بگیریم از این ساحه. دیگه پیشتر نبریم به خاطر که گزارش ما طولانی میشه، گزارش طولانی خستگان تمام میشه. در اخیر گزارش قرار داریم شما هم کسایی که تا این لحظه عضو کانال یوتیوب وکیل جعفری نیستین در یوتیوب رفته و کانال ما را سابسکرایب کنین تا اینکه بعد از این ان شاء الله ویدیوهای زیبا و شفاف را از ساحات مختلف شهر کابل تقدیم نگاه‌های گرم شما از آن کنیم. تشکر از اینکه تا این لحظه را با ما بودین و گزارش ما را تعقیب کردین. تا گزارش های دیگه شما را به خداوند یکتا میسپارم. بسیار تشکر.